شب دیرهنگام بود و باران سیلاسا از پنجره قدیمی به سختی میزد. تنها چراغ خانه در اتاق کارم روشن بود و سایه‌های دیوار مثل دستانی غول پیکر بالا می‌رفتند و پایین می‌آمدند. پشت میز نشسته بودم و نوشته‌های روزنامه کهنه را می‌خواندم که ناگهان صدای خشخش کاغذ از گوشه اتاق پیچید. سرم را برگرداندم اما چیزی ندیدم. دوباره برگشتم سمت میز که دیدم نصف صفحه لپتاپم خالی است، در حالی که دقایقی پیش روی یک داستان کار می‌کردم. صفحه چشمک زد و جمله‌ای ظاهر شد. صدای قلبم را می‌شنوی؟ قلبم برای چند لحظه یخ زد. دستم یخ کرد و هنگام بلند شدن لیوان آب روی میز بی صدا افتاد و تکه‌های یخ به سمت زمین سر خوردند. از گوشه چشمم دیدم که در باز اتاق به آرامی تکان می‌خورد. انگار کسی آن را هل داده باشد. قدم‌ها به آهستگی از راهروی تاریک به سمت در می‌آمدند. هر قدم طنین ضربان قلبم را شتاب می‌داد. صدای نفس‌های سنگینی شنیدم که هیچ منطقی پشتشان نبود. تمام خانه در سکوت وحشتناکی فرو رفته بود، جز تیک تاک ساعت دیواری که هر ثانیه را با صدای وحشتناکی اعلام می‌کرد. قدم‌ها متوقف شد. سکوت قفل شد روی اتاق. هیچ صدایی جز تیک تاک نبود. دستم را به سمت کلید لامپ بردم و تا می‌خواستم روشنش کنم، کل خانه فرو رفت در سیاهی مطلق. چراغ‌ها هرگز روشن نشدند. در همان تاریکی صدایی آرام و زمخت نجوا کرد. من اینجا هستم. همیشه‌ام. قبل از اینکه بتوانم فریاد بزنم، حس کردم چیزی سرد و مرطوب از پشت گردنم بالا می‌آید. تصویر قبل از تاریک شدن کامل ذهنم بازتاب نور آبی فام صفحه خاموش لپتاپ بود که باز هم جمله‌ای نوشت: تا همیشه با تو خواهم ماند.